یک گروه از مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگویند چند ماه است که آنها را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند و با وجود قرار دادگاه درباره اخراجشان به تاجیکستان آنها را نمی‌گذارند که به وطن برگردند. اما مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه چنین چیزی را رد کرده گفتند این مهاجران نه ماها بلکه همگی پیش از سال نو بازداشت شدند و مسئله آنها تا آخرین هفته حل خواهد شد. احمد جان رازقوف یکی از این مهاجران با ارسال چند نفر به رادیوی آزادی گفت آنها در شرایط خیلی سخت نگهداری میشوند و خود او نزدیک 4 ماه است که در این بازداشتگاه است. این مهاجر گفت دادگاه قرار درباره اخراج او به تاجیکستان را صادر کرده و حجت ها را نیز به دستش شد، اما به گفته این مهاجر بعد بیرون شدن از تالار دادگاه مسئولین اداره مهاجرت روسیه یا فمس او را دوباره بازداشت کرده به بازداشتگاه موقتی آوردند. این برادرمون نه ماشی در خواب دیون اشتگی نمیجه حال زور دارم. این برادر خونه خوب دیگر بود. همین گونه یک مهاجر دیگر نیز میگوید او چند مدت پیش از زندان آزاد شد ولی به خاطر گذشتن مهلت شناسنامه‌اش او را مسئولین اداره مهاجرت روسیه بازداشت کرده به این بازداشتگاه آوردند. این مهاجر میگوید با وجود آنکه 1 ماه پیش سفارت تاجیکستان به او سند بازگشت به تاجیکستان را ارسال کرده است ولی این سند تا حال به دست او نرسیده است و نمیداند که این سند در کجاست تا او به نزد والدینش به تاجیکستان برگردد. این مهاجران به گفته خودشان در ناحیه گولکیفسکی منطقه کراسنودار نگهداری میشوند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه بعد از تحقیق موضوع به رادیوی آزادی گفتند شکایت این مهاجران بی اساس است. بختیار سنگینوف یک مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه روز 13 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت این مهاجران که همگی تعدادشان 7 نفر می باشد یک قسم پیش از سال نو و باقی مانده بعد از سال نو برای نقض قانون بدوباش روسیه بازداشت شدند. با گفته این مسئول سفارت تاجیکستان آنها این موضوع را از نزدیک پیگیری دارند و مسئله مهاجران تا آخر هفته حل خواهد شد. هر هفته ده ها مهاجر تاجیک در روسیه با سبب نداشتن سند کاری و یا نقض قانون بدوباش روسیه بازداشت میشوند. تا انجام تفتیشات آنها را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند و بعداً با قرار دادگاه از این کشور اخراج می‌کنند. قبلا شکایت مهاجران از شرایط نگهداری بازداشتگاه‌ها در روسیه بارها صدا داده است. در 5 سال اخیر بیش از 200,000 شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج شده و راه آنها به این کشور به مهلت از 3 تا 5 سال بسته شده است. در گذشته مقامات تاجیک گفته بودند تلاش دارند تا روسیه این گروه مهاجران را عفو کند تا آنها توانند برای کار